بالاخره داره 18 سالم میشه، بتونم 1000 تا کار خفن بکنم، هر کاری که دوست دارم، برم لذت ببرم از زندگی و عشق کنم. کدوم کار خفن؟ چه اشغالی؟ خیلی خوششانس باشی که 3 سال تحصیلی تو نمره خوب گرفته باشه بتونی بری دانشگاه، که البته اونم در آخر چیزی برات نداره. تو که اصلا 3 سالم درس نخوندی و ریدی، بعد اون باید بری سربازی، چون کار دیگه نمیتونه بکنی و الانم اصلا نمیشه سربازی رو بخری چون اصلا پولشو نداری، اصلا نمیشه. الان دیگه این امکان وجود نداره. بعد معلوم نیست کد سربازیت بیفته دونزاباد، یه جایی میفتی دهنت سرویس و میدونی سربازی چجوریه، که کمترین جرم تو اونجاست اینه که سیگاری بشی. خیلی اتفاقای بدی برات میفته که اونم خودت میدونی. بعد از سربازی باید بیای بیرون دنبال کار بگیری برای خودت تا فقط بتونی واسه خودت پول در بیاری. الان ارزون ترین ماشین شده 200 میلیون، اونم نه ماشین خوب، یه ماشین داغون. ارزون ترین داغونت به درد نخور 200 میلیون شده. یعنی تو یه جوره توی هیچ شرایطی نمیتونی واسه خودت یه زندگی خوب درست کنی. پس چی؟ به نظر من بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که بری بمیری. چون چی؟ الان حتی نمیتونی واسه خودت پول در بیاری. و چی؟ الان ذهنت اینه که بری زنم بگیری. عمرن بتونی بری زن بگیری، یا اینکه بتونی بچه داشته باشی، چون اونا هم 1000 تا آرزو دارن، زنت هم 1000 تا خرج اینا داره. پس تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. کدوم آرزو؟ کدوم زندگی خوب؟ کدوم اشغال؟ هیچ چیزی وجود نداره. خیلی فکرای تباه نکن.